برنامه یکم متفاوته. اپیزود یکش با بهزاد لیتو بود، الان با یه مزاحم کچل به اسم سپر خلص. خفه شو دیگه بابا. حالا خارج از این بحث، همین الان یه ویدیو خیلی خفن تو چنل سپیه. چنل سپیو همه دارید، لینکش این پایینه تو علامت ترجمه. نکن دیگه بابا، شروع کن. نه دوست دارم، نه ازت بدم میاد. یه میانگین بگیری میبینی هیچ گویی نیستی برام. چه حسی داری که کل شهرت تو مدیون یه دیس منی؟ یه پیام دارم برای پوچک عزیز. اسم 3 تا شامپو بگو، من از رفت خداحافظی میکنم. 3 تا بچه بودن به اسم هچلم، مچلم، کچلم. باباه هچلم و مچلم رو میبره بیرون، کی میمونه؟ کچلم. میدونی تو رو چرا باید جوب شد؟ چرا؟ چون تو وان جا نمیشی. مشکل تونی که نمیفهمی، مشکلم منه که توقع دارم بفهمی. سنگین. ببین تو خیلی خوشگله با کلاسی، ولی من همیشه کلاسامو میپیچوندم.